ناوندا کردی جبول کلینو راویشکاری نیاسایی یاسا دیار کرکو اوی ده هفته بیده جوینه که درباره سزادان دادگاه کانتون عفرین لسر چند گرتیان لدار بخن. اندام ناوندا یاسا پریزر هوزان دلزار جتورا میدیار و داور راگهاند کو او که ناوندا یاسا جمافه وانا کو دوزه لدیجی هر عالیه کی مافه مروان بن پیبک راکن. دلزار دیار کرکو جبوان گرنگیان هنک مجار لپیش هن مجارن دن هنا او لسروی که رادوستن کاوی دوزه بریا داعش لسر الربا بریا دمیر راکن یانا دلزار گوت توان رژیم و داعش گلکی گرانن او دباوریا واندا دوی گرنگی بدن توانن کو لسر دست هزن الرژیم تین کرن دلزار اشکره کرکو کو اوی هفته به جوینه که تایبت به مجاری لدار بخن او اگر داخیان یاوان تبان دور له الوسط ربا بریا دمین نکر اوی گاوا به گنگش بکن رجا 29 نیسان بوری دادگاه گل آل عفرین چند اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به توان کارن ترور به 10 و به 20 سالان زندان سزا کربون. رجا سه گلان ناوندا یاسا کو ناونداوی لآلمانیا داخیان یکی دا دیار کرکو دادگاه گل کانتون عفرین یاسا پاشگاه کریا او بری و برین دادمندی بن پیکرنا.